ای من قربون اون استیل گنگت برم رفیق. خیلی مخلصیم داشتیا، بدجوری دلتنگت بودم. خیلی خوشحالم که بعد 4 سال از کما در اومدی و زنده میبینمه. داره پسر ای جونم. حالا دوباره میتونیم تو خیابونای تهران خلاف کنیم و دل این مردم رو شاد کنیم. نوکرتم داداشی، دل منم برای تو و همه فالوورام تنگ شده بود. فکر کن 5 سال هیچ خلافی نکنی. خب دل آدم میپوسه دیگه. دمت گرم که گذاشتی بشینم پشت این ماشین خفنت. قربونت رفیق، آخه یه تیکه انفار قابل تره نداره. اصلا شما بذار بتره کنش فده سرت. خب بزن بریم محله ما که همه اشغالا همونجاست داداش. ببینم حالا اصلا محله ما رو بلدی؟ ما که محل شما رو درست حسابی بلد نیستیم. الان موبایل رو ردیف میکنم و با یه اپلیکیشن وطنی 3 سوته میبرم سالار. این چرا اینجوریه؟ اوکی شد. حالا ضبط رو ردیف کنم. ای جانم سیستم. ای بابا حالا این خروجی چمران کدوم هست؟ داشت یا نوکرتم بابا، این ماشین امانته. اگه به فناش بدی آقا جونم منو میکشه. تو رو خدا یواشتر. بابا نترس بچه پولدار، ماشین آقا جونت اوخ نمیشه. ایوا عزیزه. خدامتم عزیز جون. باز تو رفتی اشغال؟ من نوکرتم عزیز جون. بشمارسه اومدم خونه. داشت یا نوکرتم. تو رو خدا یواشتر. برو بیدیم بابا. بابا عزیز جون میگفتی. سیاه جلتو بپا. چی بود؟ سیاه کدوم کوری رفتی؟ داشتیا باز خسارت ماشین رو ببین. مگه نگفتی این آهم پاره فدای سرت؟ اصلا میدونی خسارت این ماشین چقدر نادون؟ بارو بابا. خب فوقش 40-50 تومنه میدم خسارتشو. چرت و پرت نگو بابا. 4 سال تو کما بودی چی خبر نداری؟ به گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، کار کردن با تلفن همراه در هنگام رانندگی از عوامل اصلی تصادفات در شهر تهران. عزیز کیف کردی پسرت از چه تصادف مرگباری جون سالم به در برد؟ دیگه نبینم موقعی رانندگی با موبایل حرف بزنی. غلط کردم عزیز جون. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ